دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما رابطه بین استاد و شاگرد. یک صنف درسی زمان مناسب تدریس مفید و مؤثر می باشد که در آن یک فضای از احترام، اعتماد و ارتباط بین شاگردان و استاد ایجاد گردد. صنف درسی باید به یک فضای امن و مطمئن از هر لحاظ برای شاگردان تبدیل گردیده تا با ذهن آرام متوجه فعالیت‌های آموزشی خود باشند. برای ایجاد احترام متقابل بین استاد و شاگردان، معلمین باید تلاش نمایند به شخصیت شاگردان، دین، مذهب، نام و موقعیت اجتماعی آنها احترام قائل باشند. برای یک استاد دانستن نام همه شاگردان در صنف و صدا نمودن آنها به نام و یا تخلصشان یک امر ضروری می باشد. استادان به آنچه وعده می دهند باید عمل نمایند. در غیر آن یک فضای بی‌اعتمادی بین شاگردان و معلمین ایجاد می گردد. همچنان لازم است تا استادان رفتارشان را با شاگردان طور تنظیم نمایند تا آنها با خاطر مطمئن بتوانند با استادانشان در ارتباط شده و مشکلات موجود در درسهایشان را حل نمایند. همچنان برای جرأت بخشیدن به شاگردان، استاد باید شاگردی که تمرین را درست انجام داده است تشویق کند، خصوصاً زمانی که شاگرد مقابل همصنفی های خود بوده و یا جواب درست را روی تخته نوشته می کند. با این کار شاگردان از اشتباه خود خجالت نکشیده و سبب می شود که دیگران هم از اشتباهشان خجالت نکشند. در حقیقت آموزش یا یادگیری همراه با کوشش‌ها، ناکامی‌ها، کامیابی‌ها و اشتباهات می باشد. اشتباه کردن جزء از مرحله یادگیری بوده و باید جدی گرفته نشود، اما اشتباه باید اصلاح شود و شاگردی که اشتباه می کند نباید برایش آفرین گفته شود. استاد باید متوجه شاگردان بوده و در مقابل شوخی‌هایشان جدی باشد، اما نکات ضعفشان را نیز باید درک کند. شاگردی که رویه درست نمی داشته باشد باید متوجهش بود، اما نباید تحقیر شود. باید گفته شود برو کارت را دوباره شروع کن. ببین این تمرین را انجام ندادی. از گفتن کلمات تحقیرآمیز باید جلوگیری کنیم. تو هیچ چیز نمیفهمی؟ هنوز هم اشتباه میکنی؟ هرگز کامیاب نخواهی شد؟ به خاطر که این کلمات بالای شاگردان تاثیر بد دارد و در قسمت درس خواندن کم جرأت میگردند. به این شکل یک شاگرد را هیچ وقت تنبل نگویید، اما قسم بگویید مثلا تو کارخانگیت را انجام ندادی، یا اینکه برایش گفته نشود که احمق است، فقط گفته شود که یک اشتباه انجام داده است. شاگرد نیاز دارد که استاد بالای کامیابی‌هایش و پیشرفتی‌هایش باور داشته باشد. استاد باید شاگرد را تشویق نماید و جرأت بخشد. رفتارهایی است که بالای شاگرد سخت تمام می شود، مانند جزای تحقیرآمیز یا با خشونت، رد کمک از طرف استاد با شاگرد و اتهامات غیر منصفانه. این رفتارها تنها مربوط معلم نبوده، بلکه مشکلات مشابه بین شاگردان نیز وجود دارند. شاگردانی که به نحو دست به اذیت و آزار شاگردان دیگر و تحقیر یکدیگر میزنند نیز باید مورد توجه استادان و اداره مکتب باشند و برای حل تنش‌ها به میان آمده بین شاگردان پادرمیانی کنند و مشکلات موجود را با وجه احسن آن حل نمایند. اما یک نکته را باید توجه داشت که هیچ شاگردی در جمع مورد تنبیه حتی نصیحت کردن قرار نگیرد. بهتر است این کار در یک فضای انجام شود که شاگردان از بودن دیگران احساس خجالت نکنند، چون این کار سبب می‌گردد تا شاگرد از مکتب دلسرد شود و همچنان به یک انسان بی‌جرأت اما عقده‌ای در جامعه تبدیل گردد. طوری که قبلا نیز متذکر شدیم، مهم است که استاد شاگردان خود را بشناسد و به نامهایشان صدا نماید. این کار برای استادان اصول صنفی آسان می باشد.
به خاطر که به مدت 3 سال عین صنف را تدریس می نمایند. در شروع سال استاد باید کوشش کند که نام و چهره شاگرد را یاد داشته باشد. معلمی شغلی است که در آن یک استاد بر علاوه این که رشته مشخص خود را تدریس می نماید، باید با تعدادی از مسائل روانشناسی که بیشتر مربوط تدریس می گردد تا حد آشنایی داشته باشد. مثلا کنترل وضعیت روانی یک صنف خیلی مهم است تا استاد شاگردان را از لحاظ ظاهری تشخیص بدهند که در کدام وضعیت قرار دارند. مثلا یکی از شاگردان در صنف ناراحت و جگرخون نشسته، استاد به عنوان یک مربی خوب و قابل اعتماد شاگرد لازم است تا با مهربانی مشکل او را جویا شده تا حد ممکن به آن رسیدگی نماید. تعلیم و تربیه لازم و ملزوم یکدیگر بوده و مسئولیت این دو مهم متوجه فامیل و مکتب می باشد که شاگرد در آن درس می خواند. والدین به عنوان معلمین اند که یک طفل از هنگام تولد با آنها مواجه است. از آغاز زندگی هر حرکتی از والدین برای اطفالشان درسی می باشد، لذا آنها باید متوجه رفتارهایشان در حضور اطفال باشند. وقتی که اطفال شامل مکتب می گردند، استادان نیز باید بر علاوه آموزش موضوعات خاص درسی متوجه تربیت شاگردان باشند. دوستای عزیز، این بود نکات چند در مورد رابطه بین استاد و شاگرد و همچنان موضوعاتی که استادان عزیز در مکتب و والدین گرامی در محیط خانه بدان توجه نمایند تا اطفال سالم و لایق به جامعه تقدیم نماییم. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. اوقات خوب و خوش.